این اولین نواری نیست که سیفالدین در آن صحنه زدن دختر 1.5 ساله‌اش را می‌بیند. پدر این طفل که نوار لطوکوبش در شبکه‌های اجتماعی هم پر سر و صدا شده است میگوید همسر سابقش پیوسته به او چنین صحنه‌های آزاردهی کودک را می‌فرستد. به نقل سیفالدین علیف او 1 سال پیش از همسرش جدا شد اما بحث و جنجال‌ها بینشان تا حال ادامه دارد. شهر گلستان حفظ حقوق کودکان نام و فامیلش ایدون برامدگی پیش هم آدم در آمدم کودک و یوشد سرازو передавать کردم اینا номерош اینا یوش номерош همیشه پارتفتگیم همون زنکی که کودک ایمان کشید گیری وایده داد همون آدم پیش هم در آمدم اینا ویدیوشو نشان دادم کودک هم از آب کشته استم رشته دودگی من نمیدونم چی میکند به آدم گفتی من دوشنبه وای میکنم اما پیش کودک در ابرشسته میکنم این من رسیدم نمیمونم. بعد جدا شدن زن و شوهر چند ماه اول طفل در تربیه پدر بوده است. بعداً با دعوای مادر مقامات او را از این خانواده گرفته به او دادند. سیفالدین حالا در شهر گلستان ولایت سوخت زندگی میکند و میگوید نمیداند که همسر سابقش از او چی میخواهد و چرا طفل را آزار میدهد. من مادرشم من جدا نمیکنم. دختری من لیکن رفتاری که وای کردسته او ایروی انصاف نی آدمگری نی رفتارش خوب کند کودک من یادمش میکنم نگاش میکنم پروسته سبب یک مرد قطعی مثلا یا سبب یک چیز قطعی کودک چی این دارم کودک این خیلی میکنم این همون مقصدی من خوش رو نگاه کند. مادر طفل سبب چنین برخوردش با کودک را شرح داد. وقتی که کودکم راندن عصبم ویران بود کودک زدم بچی کودک زدم اینم گفتم میزنم چه فرقش چه دیگه کودک چه نیست کودک من حق دارم من عاشق اویم کدام حالت ده که خواستم میزنم کودک من تربیه مدر فهمیدی. نوار شته و لط خوردن کودک و تنبیه لفظی از سوی مادرش که ظاهراً مخصوص برای پدر طفل ثبت شده است بحث کودک آزاری را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. جامعه شناسان میگویند در اکثر حالتها بعد از هم پاش خوردن عائله با آزار و اذیت کودک پدر یا مادران میخواهند از همدیگر قصاص بگیرند و یا به همدیگر فشار بیارند. در این حالتهای وزنی باید که جدا کردن لازم مادر رو کودک رو از مادر جدا کردن لازم. وقتی اینجا ما میدونیم که شخص نزدیک این مادر ولی گویم فهمیدن نکن سبب چی که مادر همین عمل رو کرده ایستاده است برای چی خودداری کرده نتوانسته ایستاده یک باره گویم همین وی خودش رو خروج خودش رو خشونتی خودش رو نسبت کودک بیگناه صرف کرده ایستاده حسمی در مادر حسی پشیمانی بعد همین جزا دادن یا نیست همین چیز رو معین کرده به طور فوری. این اولین بار نیست که کودکان در پی مناقشه عائلوی قربانی خشونت و زورآوری میگردند. 3 سال پیش دادگاه در ولایت سوخت یک ساکن شهر خوجند را با گناه لطوکوب فرزندانش 2 سال از آزادی محروم کرد. بازداشت و محاکمه فردوس انعامزاده 34 ساله بعد از نشر نوار شکنجه کودکان در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. باید که دولت خودش دعوا کرده است در کار در حمایه دولت شده است در کار همین جبردیدگان قربانیان زورآوری خانواده در عائله‌ای که زورآوری ما از معلومات‌هایی که ما گرفتیم زن در وضعیت‌های وزین زندگی قرار داشت عائله پر نبود یعنی آرامی نبود همه این به حالت‌های روانی تاثیر منفی خودش را رسانید و همین نفرت و بدبینی به زورآوری مبدل شد. روانشناسان میگویند در جنجال‌های عائلوی و جداشوی زن و شوهران در تاجیکستان بیشتر از همه کودکان اذیت میکشند. به تاکید روانشناسان زن و شوهر نباید در حالت نافهمی‌ها در عائله از فرزندان همچون وسیله فشار به یکدیگر استفاده برند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.